اما گوش کنین دوستای نازنین، یک تشبیه دگام کنیم. پیشتر ذهن به فراشوت تشبیه کردیم. این تشبیه هم جالب است. ذهن انسان مانند مزرعه است، مثل یک باغ است. چی میکارید ای باغ؟ یک باغ میبینی، باغا را برین دو رقم است. یکیش میری گل از گیاس میوه است، چی یک سبز است. عاجل به ذهنت میرسه یک دیقان هوشیار داره، میره رسیدگی میکنه، آفتاب میته، آب میته، علف ارزش میگیره، میوهش خوبش است، شاخچه بوری میکنه. یک جای میبینی که چیزای خوب زرد گشته، درختای میوه زرد گشته، علفا و خاراس کلان کلان، میفهمی که دیقان از یا ایت نیست یا بسیار آدم غافل است. ذهن تو نمیتونه از بچی، ذهن هر کدام ما میتونه است. ذهن مانند مزرعه است که میتوان در آن به زراعت مشغول شد و یا اجازه داد علفای ارز در آن رشد کنه. کسایی که دیقانی میفهمن کردن میفهمن. این اینجا گندم است یا جواری است، اینجا یک علف ارز است. اگر پس نکنی 4 روز بعد ضعیف